من یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم که این گوساله های شما چی میخورن؟ سفیدا یا سیاه ها؟ سفیدا. سفیدا علف میخورن. علف میخورن. بعد سیاه ها؟ اونا هم علف میخورن. و هر دو علف میخورن دیگه. حالا اینا رو با چی میشورین شما؟ سفیدا یا سیاه ها؟ سفیدا. با آب میشوریم. بله. سیاه ها رو با چی میشورین؟ اونا رو با آب میشوریم. بسیار عالی. یعنی هم سفیدا رو هم سیاه ها رو با آب میشورید. حالا بذار اینا رو کجا نگهداری میکنید؟ سفیدا یا سیاه ها؟ خب آقای محترم، سفیدا. حالا سفیدا تو طویله بزرگ. سیاه ها رو کجا نگه میدارید؟ اونا رو هم تو طویله بزرگ. پدر جان شما منو سر کار گذاشتید دیگه، مثل این که دیگه یا من مسخره کردید. حالا هر سفیدا هست که سوال میپرسید اینا رو جدا میکنید از هم. آخه سفیدا مال خودم هستن. آها، پس سفیدا مال شما هستن. بسیار ببخشید سوء تفاهم. خواهش میکنم. حالا سیاه ها مال کی هستن؟ اونم مال خودم هست. بله. بله.